سلام بچه، من رزام و منم مهرابم. خوش اومدین به امارات. آقا تا حالا شده که دلتون بخواد یه وایکینگ باشین؟ منم دلم نخواست، همین اومدیم توی این گیمی که آوردیم وایکینگ ها رو بکشیم. خب رضا، همینطور که میبینیم ما 2 تا توپی، من کاستومایز شدم و تو کاستومایز شده نیستی. من یه سپر وایکینگ هم دارم و تو نداری. برو کنار، برو کنار. ای آخ شو پرچم ایران وطنم این شکوه. من ژاپنی ام، انیمه. ایرانی تو؟ وطنم تو ترنگری؟ نه من ایرانی، من ژاپنی ام. چه آلمانی شده؟ این یه بازی کاملا دوستانه است و ما اصلا نمیتونیم همدیگه رو بزنیم. یه لحظه وایسا اونجا. وایسا. این عاشقت شده. گمشید کسافت رو یه قصی. رضا ببین کوست ما اینه که باید بریم کشتی وایکینگ ها رو نابود کنیم. خب اوکی. چجور باید بدم؟ چجور نباید بدم؟ نه آخ، حواست باشه این وایکینگ های عوضی رو باید بکشیم ها. رگنار هم توشونه، حواست باشه. رگنار؟ نمیدونم. این دینامیتر پرت کن جای اون قولا بمیرن. گال. داداش یکمی هدفگیری کن. تاسفم رضا، من از اونا تا همین الان داشتی گول میخوردی. چون هیچ کارشون نمیشه. چون هیچ کارش نمیشه. یاد نه. هیچ کارش. اینجوری باید بزنیش. برونور این وایکینگه. نگاه اینجوری باید بزنیش. نگاه سلاحتو نگه میداری، به یک دفعه اینجوری میزنی بهش، بعد مثلا ناامید میشه دیگه، نمیتونه فایت بده. یکی از هلساش کم شد. هیچیش نشد. خوبه، پیشرفت خوبیه. رضا بیا اینا. ابوالفضل رضا فرار کن زیرش نری. این چیه؟ شبیه اودیره. هرچی فکر کنم اینا رضا هدف بالاتری دارن. من میخوام وایکینگ شم. نوسکولی تو. به جان خواهش میکنم تو برونور، من دارم بزرگتر صحبت میکنم. دخالت نکن. عوضی آشکال دخالت نکن. خب دخالت. اینا که شیل دارن چه هیچیشون نمیشه. چون شیل دارن. رضا بیا بریم رضا کشتی ها رو نابود کنیم. ما اینجا برای یه هدف اومدیم، نابود کردن کشتی وایکینگ ها. بودو بریم با تو شکست میتمون کنیم بازی ها. منطقیه. اصلا که نکنه در نداریم. فاک این سوره. این که توره داداش. که سوره به جان خودم در رو. من اینجا نیستم، جای من نگه. بیا بزنیمش با ما از رضا. تو بترسونش من خوش بزنم. اوکی؟ نه حضرت پش داداش، این یه خداست. چرا من نزدیک میشم؟ بیا، من رفتم تو دهنش. پشمام خیلی کاملا منطقی. یه بازی سراسر منطق. بزنش. نه برو. حالا نزدیک. تاکتیک. اینا میگن تاکتیک. نزدیک نشو. حالا نزدیک. برو توش کش. بزن. بزنش. کامه دیگه. زدیمه؟ استان شدیم تو دهنش. بزن. بیا تو تل. بزنش. فرار کن. حالا بزنش. مرد. سلاش بگیر. اینو مثلا پوفیز بزن. ما اومدیم سو رو کشی، تو میای ما رو بزنی. باید بیا برو بابا تو. منو نگاه کن رضا. تو جنبی. من نگاه چه بزرگم. پشمام الان. و این بود از حماسه وایکینگی ما که تونستیم من که وایکینگ نبودم ثور رو بکشیم. ثور. نه دیگه حماسه وایکینگی
بچه‌ها از این بازی یه نتیجه اخلاقی میتونی بگیری. اگه با هم همکاری کنی، البته همکاری نکنی ولی خب میتونی هر کاری رو بکنی، حتی سو رو بکشی. امیدوارم که از این ویدیو خوش اومد باشه. اگر از این ویدیو خوش اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و برای یه کامنت کمی لابلا بزنید چون خیلی کمک می‌کنه تو گوش کنید. بقیه حرفا رو مهراب میزنه اگه مونده باشه. تو ویدیوی بعدی خداحافظ. پس تا ویدیوهای بعدی و حماسه‌های بعدی بچه‌ها خداحافظم.